امروز پارلمان تاجیکستان با یک قطار قانون و کودکس ها تغییرات وارد کرد. باید ذکر کنیم که اکثر این تغییرات هایی که امروز با قانون و کودکس ها وارد شد جزئی بودند، مثل اصلاح و وارد کردن برخی کلمه ها در قانون های تاجیکستان. همزمان دورنمای یا خود استراتژی پولی و قرضی جمهوری تاجیکستان امروز در پارلمان بررسی شد و وکیلان این رو در مورد این کمی سوال و جواب گفتن. از جمله یک وکیل پارلمان بر رئیس بانک ملی سوال داد که تا کجا وضع پولی و قرضی در سال 2017 بهتر می شود. از جمله این وکیل پارلمان از رئیس بانک ملی پرسید که وضع بانک های تاجیک صادرات بانک و تاج پرام بانک که امروز آنها رو رهبریت موقتی اداره میکند در سال آینده چی می شود. این وکیل پارلمان گفت که امروز مردم تاجیکستان از سرنوشت اگرو اینوست بانک هم خیلی نگرانند. اما رئیس بانک ملی در پاسخ به سوال این وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که هیچ جای نگرانی ندارد و با آینده باید نگریست. او گفت که وضع این بانک هایی که امروز وضع بحرانی رو پشت سر میکنند با جلب سرمایه داخلی و خارجی به کرده میشن و حتما در سیاست پولی و قرضی تاجیکستان آینده تغییرات خوبی به نظر گرفته خواهد شد. همچنین تغییرات دیگری که در قانون درباره انداز وارد کرده شد این در آن بود که طبق قانون قبلی باید در سال 2017 انداز از راه برای ماشین های مسافربر برداشته می شد. یعنی تا حالا صاحبان ماشین های مسافربر برای راه انداز می سپارند. اما پارلمان تاجیکستان به این خلاصه رسید که این بند قانون تا سال 2018 تمدید کرده شود. در ضمن شکرجان ظهورов رئیس پارلمان تاجیکستان به نهادهایی که قانونها را برای اصلاح پیشنهاد کرده بودند مراجعت کرد که من بعد برای هر یک کلمه و واژه یک چیزهای جزئی به پارلمان مراجعت نکنند، بنشینند و قانونها را پررتر بیاموزند و اون بندها یا ماده هایی که واقعا به تغییر و علاوه ها نیاز دارند در این صورت کامل کرده قانون را پیشنهاد کنند. از جمله شکرجان ظهورov گفت که بارها شده است که یک قانون را برای یک کلمه یک بار علاوه ها میکنند، بعد 2 ماه باز برای دیگر کلمه ها. او از مسئولین و دیگر نهادها خواهش کرد که این را به نظر بگیرند و من بعد با پوره کردن اون فکر و ملاحظه هاشون قانون را به پارلمان پیشنهاد کنند.